جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است گفتن که صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. شما با دیدن ماه مبارک رمضان روزه دارید و با دیدن ماه شوال عید کنید. یعنی روزه گرفتن ماه رمضان و روزه گشادن ماه رمضان را شریعت اسلام وابسته به دیدن ماه کرده است. بنابراین اختلاف نظر علما در این باره معروف است که بعض علما رحمت الله علیهم گفتند که اگر در یک شهر از شهرهای مسلمان ها ماه رمضان دیده شود، بر تمام مسلمان ها روزه داشتن فرض می شود. بنابر قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که صوموا لرؤیته، وقتی که ماه رمضان را می بینید روزه دارید گفتن. یعنی خطاب به عموم مسلمان ها است. و همین گونه وقتی که یک مسلمان در یکی از کشورها اگر ماه شوال را دیدند، با باید افطار کنیم، یعنی عید کنیم. این هم گفتند یک مسلمان اگر بیند، یک کشوری مسلمان ها بیند، به دیگر کشورها واجب است که پیروی کند. این یک قول است. لیکن اگر فقط همین خیل می شد هیچ باکی نداشت، علال خصوص در دیدن ماه رمضان، برای آنکه ماه ثابت شد. ولی در دیدن ماه شوال یا قول دوم علما را گیریم، میگن که لکل بلد رؤیته، هر یک شهر دیدگاه خود را دارد. زمین که دایره شکل است شاید در بعض منطقه ها ماه دیده نشود و اصلا ماه یا 30 روز می شود یا 29 روز. و در حدیث عبدالله ابن عباس هم رضی الله عنهما آمده است که مردم از جانب مردم شام، یعنی از طرف دمشق، آنها میگویند که ما وقتی که در دمشق بودیم ماه را دیدیم و ماه مردم شام از روزداری مردم حجاز فرق کرده بود تمام سال. بعد گفتن که چه خیل کنیم؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتن که هر یک شخص طبق دیده خود عمل میکند. هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، همین گونه ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما ماه رمضان را، ماه شوال را که دیدید افطار کنید، لیکن اگر ندیدید فین غم علیکم، اگر ابرناک شود، وقتی که ابرناک شود دیده نمی شود، علال خصوص با چشم عادی که در زمانهای پیشتر با چشم عادی می دیدن. حالا با ترقیات زمان خیلی کشورها روزهای 29 هم شعبان برای دیدن ماه رمضان میبرایند، هم 29 رمضان برای دیدن ماه شوال میبرایند. شوال ماهی که بعد رمضان میآید. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم ما امت امی هستیم، خوانده و نوشته نمیتوانیم. ماه گفتن الشهر هکذا و هکذا و هکذا، گفتن ماه همین خیلی است، گفتن 3 مراتبه، یعنی 30 دانه میشد. بعد فرمودن که او هکذا، یا اینکه این خیلی است، گفتن 1 مراتبه، 2 مراتبه، 3 مراتبه این خیل کردن. انگشتی ابهام خود را قاپیدن، یعنی 29 روز. ماه یا 29 روز میشد یا 30 روز میشود. بنابراین باید 29 روز ما برآمده ماه را ببینیم، یا مردم های مخصوص به همین وظیفه دار کرده شده ماه بینن. اگر رفتم ماه بینن، آمده شخصان مسئول را با خبر میکنن که ما ماه دیدیم. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یه مرد آمده گفت که من ماه رمضان را دیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اتشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله، آیا شهادت میدهی که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست و من رسول الله هستم؟ گفت که اما انا فاشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله، اما من باشم گواهی میدم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را نمیشناختم و شهادت میدم که شما پیامبر الله تعالی هستید. قم یا بلال فاذن، ای بلال بخیز اذان گو، یعنی اعلان کن، فلیصوم غدا، پگاه مردم روزه دارد. اعلان کن که پگاه مردم روزه دارد. گفتم بنابراین خلاصه کلام این است که
آن منطقه هایی که در گرد و اطرافی یعنی آن شهری که مردم آنجا هلال را دیدند عید کنند. علل خصوص خود مردم افغانستان که رسما اگر حکومت آنها اعلان کرده است که پگاه عید است، برای آنها روزه داشتن حرام است. مردم سعودی مثلا که امروز اعلان کرد که ما ماهی چی را ندیدیم، ماهی شوال را ندیدیم، اگر نبینید اصل باید ماه 30 روز شود. اصلا ماه 30 روز است تا مادامی که به چشمتان نبینید که ماه امسال 29 روز شد. خلاصه آن کشورهایی که ماه ندیدند و حرکت کردن برای دیدن ماه، آنها باید پگاه روزه گیرند. خیلی خوب. و داملا اگر ماه را کدام وقت و ساعت باید انسان ببیند؟ مثلا بعد از خواندن نمازی همین روز گویا که بعد از نماز تراویح بر آمدند و ماه را دیدند شبانه، مثلا آنها روزی صبح می آمده عید میکنند یا اینکه نه؟ بله، اگر مثلا در تا نماز تراویح ندیدند، گفتن که ما ابرناک شد یا دیده نتونستیم، این دلالت می‌دهد که ما 30 روز گفتند و تراویح خواندند، یعنی 30 شب. بعد تراویح معلوم شد که ماه دیده شد، اعلام میکنن. الان در زمانهای پیشتر اعلان کردن دشوار بود، لیکن در زمان ما در 1 دقیقه تمام عالم با خبر میشد که مردم ماه دیدیان، بعد پگاهی عید میخوانن، پگاه روزه نمیدارن. تشکر. و انشالله معلوم شد، فهما شد به آنهایی که به نهایت سوالهای زیاد میکنند و واقعا یک گویا یک اختلافی هم شاید شده باشد، چون افغانستان اعلان کرد و افغانستان امروز خودشان را اعلام میکند که شریعت اسلامی دارند و یعنی که اکثریت به قول آنها باور دارند و به این مسئله روشنی شد انشاءالله. یک چیز دیگر همین که مسئولان، آنهایی که مفتی هستند، قاضی هستند، امام هستند، آنها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بی نهایت مسئولیتی وزنین دارند. بنابراین از الله تعالی مسئولهای تمام دنیا مسلمان ها ترسند، علل خصوص در تعیین کردن روز عید و در تعیین کردن روز رمضان، برای آنکه اگر پگاه روزه رمضان باشد و عید اعلان کند، 1 روز مردم را به روزه خوردن امر کرده است. اگر فردا عید باشد و مردم را به روزه امر کند، در روز عید روزه داشتن حرام است. مردم را یعنی در شبهه و در مردم بیچاره هزارها سوال هست، چه کنیم؟ پیروی به افغانستان کنیم یا پیروی به عربستان کنیم؟ مردم بیچاره در عذاب هستند، یعنی نمیدانند که پگاه روزه داره یا نداره. بنابراین آنها باید جد و جهد کنند این مسئله را انیخ کنند. ولی اگر واقعا در یک کشور اگر دیده شود یا دیده نشود با وجود اجتهاد، بعد از روی علم و از روی تقوا فتوا برآورده شود، نه حقوق کسی را رعایت کرده شود، یعنی جانب یک گوییم یک شخصیت یا یک حکومت را رعایت نکرده، مستقلا برای الله شده، خیلی که هست از روی علم و اجتهاد اگر اعلام کنند، در این صورت مفتی ها و پیشواهای دینی را اطاعت کرده میشه.